فیروزی بود که تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و 3 ساعت دوام یافت. قریب ساعت سیوم عیسی با آواز بلند داد زده گفت: الی الی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران این را شنیده گفتند که او الیاس پیغمبر را صدا می کند. آنگاه یکی از آنها دویده رفت و لطه را گرفته و سرکا تر نمود و با نوک چوب دراز کرده آن را به عیسی نوشاندنی شد. لیکن دیگران گفتند: ایستید بینیم که آیا الیاس آمده او را نجات می دهد. عیسی بار دیگر با آواز بلند داد زده جان داد. در آن لحظه پرده ای که جای مقدس ترین معبد خدا را جدا می کرد از بالا تا پایانش دریده 2 پاره شد. زمین به جنبش آمد و سنگها پاره پاره شدند. قبرها گشاده شدند و جسدهای بسیار مقدسان زنده گشتند. بعد از آن که عیسی زنده شد، آنها از قبرهای خود بیرون برآمده به اورشلیم شهر مقدس در آمدند و بسیار کسان آنها را دیدند. وقتی که یک سردار لشکر و همراهانش که عیسی را نظارت می‌کردند زمین جنبی و دیگر حادثه ها را دیدند، سخت ترسیده گفتند که عیسی در حقیقت پسر خدا بوده است. بسیار زنانی که در جلیل به عیسی همراه شده به او خدمت می‌کردند نیز در همان جا بودند. آنها در مسافه ایستاده به همه این نگاه می‌کردند. در بین آنها مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و باز همسر زبدای بودند.